سید علی، سید علی، اوی سید علی، ناقلاب دیشب چند بس زدی که اینجوری خرخواب شدی؟ ای چته وحشی؟ تبسی؟ خیلی ناکسی؟ یزید تو گفتن مردی که. خب مردم دیگه، مگه این آتیشا رو نمیبینی؟ از جهنم دارم باهات حرف میزنم. ببین اینجا خیلی جای خفنیه، همه منتظرن تو زودتر بیای بابا تو در بیارن. جان تبسی برو اونجا یه کاری بکن پرونده من گم و گور شه. برو به امام بگو پارتی بازی کنه یه جای خوب واسه من ردیف کنید. ببین عباس، من جسم ناقصی دارم، تا به تحمل آتیش و این حرفا رو ندارم ها. امام خره کیه بابا؟ اون خودش تو طبقه هفتم مثل دونر کباب داره قر میخوره. ببین پرونده تو یه صفحه دو صفحه نیستا که بشه گم و گورش کرد. برگای پرونده تو از تعداد اسکناسای من تو اون دنیا بیشتره. راستی تبسی، پول مولا رو چیکار کردی؟ آستان قدس و اون همه زمین و معدن زغال سنگ و کارخونه و پروژه و اینا چیزی تونستی ما خودت ببری؟ مرتی که ازگل میخوای دل منو بسوزونی؟ من نعل اینامو نتونستم با خودم بیارم. تسبیح شامقصودم تو کفن جا موند. بعد تو میگی معدن زغال سنگ تبس؟ مثل که هنوز نپریده ها، نشه هنوز. دوروبر دیگه کیا هستن؟ همه اراذل و اوباش نظام هستن، از مهدوی کنی گرفته تا بهشتی و مشکینی. پاسدارای ترکیدت تو سوریه هم که گله گله دارن میان اینجا، جا رو برای ما اساسی تنگ کردن. ببین عباس، من زودتر قراره بیایم اونجا یا اکبر؟ والا اسما رو که اعلام نمی کنن، اما بچه ها دارن تو طبقه هفتم کنار امام یه سویت دو خوابه میزنن. این دو خوابه خودش معنی داره دیگه، نه؟ ای توف تو روح تو اون امام، برو بذار کپه مرگمو بذارم. سید علی، اینجا همه پاسدارا شب دم میگیرن، سینه میزنن، میگن سید علی سید علی تو باید بیایی. مجتبی بیا منو از دست این عمو جغد شاخدار نجات بده بابا. عجب داستانی. ببین مرجع تقلید شیعیان خارج از کشور که نشدی، بیا اینجا شاید کردیمت مرجع تقلید اهل جهنم.